در نشست خبری روز 11 فوریه رئیس شرکت برق تاجیک محمد عمر اسدزاده با خبرنگاران مسئله رعایت نشدن نقشه انتقال برق را که قبلا از جانب وزارت انرژتیکا 10 ساعت در یک شبانه روز اعلان شده بود شرح داد. او اظهار داشت که ساکنان طبق نقشه مقرر شده با برق تامین هستند. کدام ساعت‌ها باید برق تامین کرده شود؟ روزانه از ساعت 8 پگاهی تا 16 بگاهی و شبانه از 22 تا 5 پگاهی. همین خیر 17 8 تا 17 8 پگاهی تا 17 و شبانه از 22 تا 5 پگاهی برق خاموش کرده می شود. دیگر ساعت‌ها استفاده برای با برق تامین هستند. خبرنگاران همچنین پرسیدند که در حالی که استحصال برق در کشور افزایش یافته، تلفات و صادرات آن کم شده است، چرا مردم همانا با مشکل نارسایی برق روبرو هستند؟ استحصال نیروی برق در طول سال جدا از 700 میلیون کیلووات ساعت بالا رفت. اما نارسایی نیروی برق این موسمی تنها در دوره تیرم و زمستان به نظر می رسد. آغاز از ماه اپریل و تا ماه سپتامبر یگان گونه محدودیت در مملکت جاری کرده نمی شود، چون که حجم ریزش آب ضروری برای رویپوش نمودن حجم استفاده برای داخل و همچنین به همگان معلوم است که صادرات نیروی برق به جمهوری ازبکستان و افغانستان تنها در فصل تابستان عملی کرده می شود. این تنها در دوره تابستان. با وجود این شکایت ها از نقشه انتقال برق زیادند. یک کاربر از ناحیه شهر توس در شبکه فیسبوک نوشته است که آنها در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق میگیرند. این در حالی است که با گفته اسدزاده سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که نسبت به سال 2023 700 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. با گذشت بیش از 30 سال از استقلال تاجیکستان، مسئله تامین نمودن اهالی با برق بخصوص در فصل تیرماه و زمستان یکی از مشکلات دائمی حکومت باقی مانده است. هرچند نیروگاه‌های نو بنیاد شدند، اما این مشکل تا حال حل خود را نیافته است.